صحبت ما هم نخست از پخش نوار آغاز می شود که یک هفته پیش یک نواره به اینترنت راه یافت که واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد و تا 2 روز پیش دقیق نبود که مثلا این آموزگاری که گویا طلبه را لطکوب میکند کی هست و این طلبه و این نوار از کجا ثبت شده و به اینترنت راه یافته است. 17 اپریل سال همین روان رخ داده بود. من در صنف 11 ب راهبر صنف بودم. 24 نفر خوانندگان داشتم. خوانندگان خیلی صنف 11 از بس که ورزشگر هستم نسبت به درس و قدر اهمیت نمیدادند. مخصوصا از درس ها موقعا بهانه ها میگریختند، درس های آخرانه یا که اشتراک نمی کردند. خیلی من بچه دویم نظارت می کردم، دویم در نظارت بود. دفترچه دارم، در دفترچه هم مثال نمی آمد تری می موندم، اگر از درس می گریخت حرف گ می موندم. همین خیلی شد عقبت همین ماه اپریل همون بچه 4 روز پای هم به سبب از درس ها گریخت. 4 روز. خب من مخصوص از درس‌های شما میگریخت یا نه تماما از درس‌های آخران، مثلا درس آخران مثلا زبان داشت یا که روسی داشت یا که تاریخ داشت آخران مثلا از روی جدول درسی هست کو تو ساعت‌های آخر نمیخوام انا همین پرتوختم میرفتم انا همین خیلی من بعد خیلی مأموریت مکتبم با خبر بود. من همچون راهبر صنف پدرش به با تلفن کردم، مادرش به تلفن کرد که محمد جان از درس ها میگریزد. نسبت به من یک رفتاری نادرست کرد. مثلا من گفتم برای چی گریختی؟ برای چی؟ وای من همچون راهبر صنف وای نکرد، پسند نکرد. ها یک تا شپلوق وای زدم، خیلی سرش بزدم که وای در رو چی میزنی؟ ولی میبینی ولی من پدرم جیب میزنم تو حق نداری. گفتم تو از درس گریختن حق داری. گپ من گوش نمیکنی، گپ پدر و مادرت گوش نمیکنی، این به حق داری می. جو مثلا کمتر خراشیده یا که بون جو که پیمانی نی. یک چقدر هیچی بچه چی نبود. در همون لحظه مثلا چی گفتند که شما را به خشم آورد؟ همون روز آمد، بعد اینی که آمد در زمان برای کردم که برای چی گریختی؟ برای چی از درس ها میگریزی؟ برای چی گپ من گوش نمیکنی؟ 3 روز گریخت و محاکمه کردم با 4م روزم گریخت. برای تو من پسند نکرده ایستادی. من راهبر صنف پدر و مادرت پیش من چند بار آمدن که معلم پسرم سخت گیر. پدرش مردکی من خودش هم سخت گیر مردک. بچه‌ش هم میخیر بچه مای سختی بکن نگریزد به سبب از مکتب نرود جواب ندهید. همین گپا و گپ نگرفت منم خیلی عصبی میشم. معلم توی خیلی ناپسندی کرد عصبی شدم. یعنی خود شما ندیدید که چگونه نوار برداشتن و به اینترنت نبودن؟ کی خبر یافتید که این نوار به اینترنت راه یافت؟ اینا بعد میگویم که 17 اپریل همون بچه خود من جنجال کردم. این 30 بود 29 اپریل از کارهای داخلی تا آدم آمدن. علاقه همون ماه اپریل همین خیلی چی کردن که خیلی تلفن موبیل خدمت به نشون دادن. من دیدم که همین حدثه من خیلی بعد من مأموریت مکتب وای کردند، ویگار اعلام کردند. دوباره دادستانی پروکراتور شما دعوت کردند، پرسیدند. این دعوت توی بازپرسی با کردن وای کردن. من نمیدونم من کردم همین کار همون بچه که با فایله خودش گفتم که تو پدر و مادرت من به سپرد کردگی هم تو باید درسوی بخون